دوستان خوبم، سلام به اپیزود دوم از فصل جدید کوچه شیرین خوش اومدین. همچنان در خدمت دکتر نجم آبادی هستیم و صحبتمون رو ادامه میدیم. دکتر سلام، وقت بخیر. سلام مجدد، وقتتون بخیر. خسته نباشین. رفتیم یه استراحتی کردیم و یه خورده نمک انرژی نمک افتاده بود. آره گفتی که تو معمولا نمکت میافته بده. حالا اون که شوخی بود، ولی من فشارم نیست که بالا پایین میشه. الانم دارم قرص میخورم برای فشارم. نمک کمک میکنه که فشار کارو در میاره بالاخره. آره. یکی از چیزایی که در واقع تو سالهای اخیر باعث شده سردردام هم کم بشه من تو میدونم دارم همین بوده که در واقع این فشار رو تلاش کردم یا با نمک یا با قرص تنظیم نگه. توی اپیزود قبل ما تا یک قسمتی از این مباحث اومدیم. در حد چند جمله اگر بخوام یه ریویو کنم این بود که ما بیشتر رفتیم بر حوزه اول. خب کم کم وارد رابطه شدیم و اون قسمتی از رابطه رسیدیم که یه مقداری غمناکه به اصطلاح و معمولا آدم ها خب وقتی بهش میگیم جدایی یا ترک یک رابطه خب آدم ناخودآگاه خوبی نداره، مثل غمی داره. ولی خب حالا یه سری سوالا آخر اون اپیزود مطرح شد که دوست داشتم که حالا تو این اپیزود یا که وقت نشد تو اپیزودهای بعدی بهش جواب بدیم. قبل از که تو این اپیزود بریم وارد مبحث جدا شدن از یک رابطه بشیم، من تو ذهن خودم میگم که آقا یک رابطه حس میکنم یک رابطه یک نمودار سینوسی انگار داره. یک رابطه پارتنری که تهش به جدایی منجر میشه، رابطه ازدواج پایدار که هیچ. این رابطه از یه جای شروع میشه، سریعا اوج میگیره. معمولا من از بین دوستان دیدم، خودم نه دوستان موقع اوج کسی نمیفهمه که داره اوج میگیره، اصلا داره شروع میشه. آفرین، یعنی میرسیم به یه لحظه میفهمن که وسطش. آفرین، به اون شوز، اون خیلی اوج رابطه تا مثلا یهو این سقوط میکنه، نموداره میاد پایین. اجازه میدی با اینجاش مخالفت کنم؟ یهویی وجود نداره. اگر یهوه ما حواسمون نبوده، یهو معمولا اتفاقات نمیفته، یهو رابطه خراب نمیشه. من حواسم نبوده که بعد میگم یهو شد. یهویی در کار نیست. خیلی وقت اوضاع خرابه، حواست نیست. به خاطر همین میگم یهو زد رفت. یهویی نیست. خیلی وقت اگر نگاه کنی معمولا درست که نگاه کنی میبینی که نشانه ها رو پیدا میکنی. ببخشید من وسط حرفت میپرم. اتفاقا سوالم همین بود، یعنی اصلا من خواستم این مبحث رو برم به این سوال برسونم که آقا ما قبل از اینکه اون اتفاق بیفته نشانه ها رو میبینیم یا نه؟ معمولا این نشانه ها چی هستند؟ نشانه هایی که من یه مقدار انگار یه تلنگری به من میخوره که آقا حواستو جمع کن، رابطت در معرض خطر ها، نشانه هاست دیگه. ببین مثلا من اگه یک مریضی بگیرم، مریضی جسمانی، اون مریضیه به من یک آلارم میده، میگه آقا مثلا دلم درد میگیره. مثلا به عنوان مثال من تا همین قبل این اپیزود داشتیم صحبت میکنیم که من پدرم مثلا داره آنژیو میشه، آنژیو سلامت بشه. مثلا ما نشانه هاشو دیدیم، آقا مثلا گفت من راه میرم قفسه سینم درد میکنه، نمیدونم بار بلند میکنم درد احساس میکنم. بعد ما رفتیم دکتر گفت این نشانه ها نشانه قلبه، شما بیا آنژیو فلان. بعد ما رفتیم و گفتش که چقدر خوب موقع اومدین، اگر یه مقدار غفلت میکردین شاید مثلا خدای نکرده به سکته هم منجر میشد. ولی شما نشانه ها رو دیدین، اقدام کردین، جلوگیری کردین، پیشگیری و راهش رو درست کردین. این رابطه هم حس میکنم که اگر داره میره به سمت خراب شدنه به ما آلارم میده دیگه. این آلارمه رو اول ما باید ببینیم آلارمه کجاست. ببین آلارمه خیلی مهمه، یعنی وقتی که آلارم رو نمیبینیم همون اتفاقی میفته که گفتی، یهو اوضاع خراب میشه، یهو نمیفهمم چی شد، اصلا دیگه نمیخوامش، اصلا دیگه نمیخواد منو. ولی آلارما یعنی که دیدن نشانه هایی که رابطه داره به سمت افت میره، داره به سمت فرود میره. رابطه به صورت عادی سینوسیه، بالا پایین داره، روزای خوب داره، روزای بد داره. ولی اگر روزای بد هی داره زیاد میشه یعنی اوضاع خرابه.
من چند تا چیز تو ذهنم میرسه که بگم. این که یک، نگاه کنم الان رابطه من چه شکلیه، 3 ماه اخیر رابطه تویی که الان نشستی داری اینو گوش میدی چه جوری بوده. به اون اوایلش نگاه نکن، اوایلش خیلی کیف کردید نوش جونتون، ولی 3 ماه اخیر اوضاع چه جوری بوده یه بازبینی بکن. آیا اوضاع خوبه؟ آیا اوضاع درسته؟ یا نه نشانه های خرابی داری میبینی؟ نشانه های خراب، رابطه سالم از نظر من اینجوری میره جلو. نشانه های خرابی، نشانه های فروج رو آدمو میبینن، به همدیگه هم تذکر میدن و تلاش میکنن که درستش بکنن. یه وقتایی میشه، امیدوارم که بشه، یه وقتایی هم نمیشه، ولی حداقل کسی که نشانه ها رو میبینه با دید باز داره میره جلو. آدم چشم بسته و کور به جایی نمیرسه. اولا که یه سری آدم ها هستن تو همین فضا که نشانه نمیدن. مثلا عاطفه و محسن رو در نظر بگیر. اوضاع رابطه به نظر میاد خوبه، آخرین جلسات با همدیگه رفتیم فلان جا فلان خیابون داشتیم قدم میزدیم خوبه، یه دفعه محسن گذاشته رفته، عاطفه گذاشته رفته و طرف مقابل گیج شده. چی شد؟ ما اوضاعمون خوب بود که رفته، عین روح ناپدید شده، یه پیامک هم زده، یه ایمیل کوتاه هم فرستاده که اوضاع خوب نیست، من دیگه نمیتونم، خیلی کوتاه. حالا آدم بد میشه. این مدل جدا شدن نیست. یعنی این مدلی هم داریم که آقا طرف عمدی به هزاران علت درست و غلط نمیذاره اون طرف مقابل فیدبک بگیره. یه ماجرای دیگه هم مهمه، شاید اختصاصا در مورد جدایی و تموم شدن نباشه، ولی نکته قشنگه. یه زمانی مثلا 15-16 سال پیش، 20 سال پیش که فضای روانشناسی داشت باب میشد تو مملکت ما، اومدن یاد دادن که آقا شما برو حرف بزن، حرف تو بزن تو رابطه، حرف دل تو بزن، اگه با چیزی مشکل داری بگو. آیا هر چیز درستی هم هست دیگه، ما هم هنوز همینو میگیم. ولی یه نکته ای داره، به نظر من این ماجرا رو اومدن ترجمه کردن از یه فرهنگ دیگه، مثلا فرهنگ اروپایی آمریکایی، و نکتهشو دقت نکردیم. اونم این که فرهنگ ما یه خورده فرهنگ خالی بندی توش هست، فرهنگ پیچوندن توش هست. به اسم احترام و محترم بودن و اذیت نکردن ما اطلاعات رو یه سری پنهان میکنیم یا حتی دروغ میگیم. این اونجایی که مشکل داره. من حس کردم رابطه اوضاع خرابه، میرم میگم که عزیزم اوضاع رابطه خرابه، من فکر میکنم که اینجا ما مشکل داریم، اینجا داره رابطمون اوضاع خراب میشه، و طرف مقابل به هر علتی انکار میکنه، نه اصلا اینجا تو فکر میکنی خرابه. اینجا اونجایی که گیج میشن آدم‌ها کلی تلاش کردن که یاد بگیرن که حرف بزنن، وربالایز کنن مسئله شونو، فیدبک بگیرن و بفهمن که تو کدوم موقعیتن تو این رابطه. بعد طرف به هزاران علت درست و غلط اطلاعات دقیق نمیده و این آدمو گیج میکنه. آقا میگه من یاد گرفتم، من کلی تلاش کردم یاد بگیرم، برم بگم آقا اوضاع چجوریه، اوضاع خرابه، بیا ببین درستش کنیم. و تو میگی اصلا نه خراب نیست که، نه تو داری اشتباه میبینی. این فرهنگو ما داریم، این مشکل وجود داره و فکر میکنم یکی از راههای خوبش اینه که بیش از در کنار این که به حرف طرف مقابل دقت میکنیم، به رفتارش هم دقت کنیم. یعنی بیش از این که حرفش رو معتبر بدونیم که اوضاع چجوریه، رفتارش رو دقت کنیم. آقا در 3 ماه گذشته اگه اوضاع رفتار خرابه، اگه سطح رابطه داره میاد پایین، اگه میزان توجه داره میاد پایین، اگر ارتباط داره ضعیف میشه، داره ضعیف میشه. مهم نیست اون چی میگه. اگه میگه نه همه چی تو، نه، این باعث میشه که گیج بشم. بعد نشانه های بعدیش چی میشه؟ یه دفعه مثلا داستان اکسترا پیش میاد، داستان دوری عاطفی پیش میاد، داستان این پیش میاد که اصلا حس میکنی که یه ایرادی تو داری که باید بری اشتباهی یه آدرس میده بهت، اشتباهی بری فلان ایراد تو درست کنی، در حالی که اصلا مسئله اون نبود. خیلی نکته های ریز و جزئی داره که خیلی داستان مهم میکنه. دکتر حالا فرض رو بریم بگیریم که این آلارمه، یعنی دو طرفی که به هم دیگه آلارم میدن، آلارم‌های درستی بدن، بچهای خوبی هستن، اشتباه نمیکنن، دروغ نمیگن، خالی نمیبندن، آلارم درست میدن. الان مثلا من با پارتنرم اگر توی موضوعی به یک تعارضی خوردم،
با هم دیگه صحبت میکنیم، میگم آقا من فکر میکنم که اینجای رابطمون مشکل داره، اونم قبول میکنه، یا اونم میاد توی موضوع دیگه میاد با هم دیگه این موضوع رو شیر میکنیم. چجوری میتونیم این مسئله رو حل بکنیم؟ اگه بخوام مثال بزنم، شاید ما یک تفاوت‌های فرهنگی با هم دیگه داشته باشیم توی موضوعاتی، یا حالا موضوعات مختلف دیگه میشه مثال زد. من از یک نوع رفتار پارتنرم باش حال نمی‌کنم، یا اون خودم مثال میزنم که دیگه واضح‌تر، یا اون با یکی از خصوصیات من حال نمی‌کنه. خب الان ما با هم دیگه شیر کردیم دیگه، خب چیکار کنیم؟ سرگله هم دیگه بزنیم؟ ببین اینجا چیزی که میگن اینه که مدیریت تعارض کنیم، یاد بگیریم با مشکلات همدیگه چجوری کنار بیایم، چجوری حرف بزنیم، چجوری مسئله رو حل بکنیم، چجوری پرابلم سالوینگ کنیم، بلا بلا بلا. ولی من میخوام زیرمیزی یه چیز دیگه هم به تو بگم. این اون چیزی که روانشناسی قراره بهش برسه، با آدما کمک بکنه حل تعارض کنن، مشکلاتشون رو چجوری ببرن جلو، این دو تا آدم کنار هم دیگه چجوری مسالمت آمیز تر زندگی کنن. ولی از نظر من یه مسئله مهمتری وجود داره زیر میز، اونم این که از یه حدی بیشتر شما نمیتونی رابطه رو تعارضش رو کم بکنی، از یه حدی بیشتر خارهای آدم‌ها رو نمیتونی بچینی. آدم‌ها یه سری ایرادات دارن، تلاشمون رو میکنیم کم کنیم، ولی حقیقت اینه که میلاد نمیشه از یه حدی بیشتر کم کرد. چی کار باید کرد؟ رابطه باید چیزای قشنگی داشته باشه که اینا رو بپوشونه، همون چیزی که روز اول شکل داده رابطه رو. روز اول هم این دوتا آدم همین گندی ها رو داشتن، ولی یه چیزای قشنگی تو این رابطه بوده که اونا رو چشم پوشی آدم میکنه. از نظر من یک کلمه زیبا وجود داره اینجا، خاطره سازی. دو تا آدم باید با خاطره سازی های مشترک سطح و کیفیت رابطه رو ببرن بالا، و این یه بخش مهمی از داستانه. در کنار اینکه مشکلات رو حل کنیم، خاطره سازی یه خاطرات مشترکی که آدم‌ها رو به هم وصل میکنه. این دوتا که آدم کنارن، اگه یک سره دارن یه زندگی ثابت و معمولی میکنن که توش خاطره ای ساخته نمیشه، رابطه افت میکنه، رابطه افول پیدا میکنه. خاطره سازی یه نکتم داره، این که ترجیحاً توش چیز جدید، کنجکاوانه و تپش قلب داشته باشه. یه کاری کنی با این دوستت، با این پارتنرت، با این همسرت، یه کاری که هیجان بده، به تپش قلب داشته باشه، جدید باشه، نو باشه، کنجکاوانه باشه. این اون چیزی که آدما رو دوباره نزدیک میکنه، دوباره حس نزدیکی به هم دیگه میدن. این اون جاییه که میتونه رابطه اصلاح بشه، میتونه رابطه بهبود پیدا کنه، دوباره فرود بیاد بره بالا. انرژی بریزی تو رابطه، بنزین بریزی تو این رابطه. بنزین نریزی خاموش میشه. بنزین خاطره است، خاطره سازی. از نظر من خاطره سازی یه قسمت مهمش خاطره سازی. برگردیم یه مقدار سر موضوع اولیه‌مون که قرار بود که توی این اپیزودها، توی این فصل به اصطلاح با هم دیگه در رابطه با جدایی صحبت بکنیم. فصل پایانه که همون دوستداران پایان. یه قسمتی یه چند تا سوال دارم، فکر می‌کنم که کدومو اول بپرسم که رشته کلامت دستمون در نره، تا به اون دوستداران پایانم میخوایم برسیم. این که من کی میتونم، سوال من اینه که رشته کلام اگر بکسه است معذورم بدار، دست من در ساغر ساقی سیمین ساق. فکر کنم این بیت خیلی زیبا بود. باریکلا. داشتم به این فکر میکردم که خب حالا فرض رو بر این بگین که من تمام تلاش هم کردم، خاطره سازی هم تلاش کردم، خاطره نشده دیگه. حس میکنم که یک نقطه‌ای هست، حالا من اینجا اصطلاحاً اسمش رو میذارم نقطه جوش، که یکی از این دو نفر یا همزمان دو نفر با هم تصمیم میگیرن که به این رابطه خاتمه بدن. فکر میکنم زمانی که هر دو نفر به این نتیجه برسن خیلی کار راحت تره، یعنی که هم این سمت هم اون سمت به یک فهمی رسیدن که آقا ما دیگه اصلا به درد هم دیگه نمیخوریم. حس خودم اینه که اون مدل جدایی رابطه چالش کمتری داره. حالا درسته یک سوگی یا فشار روانی داره نسبت به، ولی خب راحت بالاخره تو از نظر منطقی رسیدی، اونم رسیده دیگه، رفتین سر خونه زندگیاتون دیگه، هر کس رفته پی زندگی خودش، اون اصلا
جداست. ولی خب توی روابطی که یک نفر به اصطلاح زودتر به نقطه جوشه میرسه و میخواد خودش از رابطه بکشه بیرون، وارد یک چالش هایی میشه، یک اتفاقاتی براش میفته که خب هر کدوم مدل‌های مختلفی هن. امکان داره دچار عذاب وجدان بشه که آقا نکنه من رابطه رو به هم بزنم، زندگی پارتنر من به هم بخوره مثلا. یا میتونه به این مدل فکر بکنه که آقا اصلا چه میدونم اون طرف به خودش آسیبی نزنه به خاطر اینکه من از این رابطه اومدم بیرون. یا اینکه اصلا به این فکر میکنه که آقا اوکی ولش کن، ادامه میدیم، حالا میریم درستش میکنیم، همون داستان ماندن و ساختنه، میمونیم حالا میریم دکتر میریم درست میشه. یه سری ها فکر میکنن که آقا نه ما میریم ازدواج میکنیم درست میشه. یه سری فکر میکنن که ازدواج میکنیم بعد بچه دار میشیم درست میشه. یعنی این نقطه جوشه، این امیده به قول شما ببینیم با نقطه جوشه خورده من چون یه نگاه مثلا فنی هم دوست دارم، جوشه یاد چیز میفته. ولی حالا جدا از این یه استپ بیایم عقب، من زیادی رفتم جلو. اون نقطه جوشه است. اون نقطه جوشه کی اتفاق میفته؟ نقطه جدایی نقطه جدایی کلافه شدن آدم همون عطا و لقا و ایناست دیگه. ببین واقعیت اینه که خیلی کیس بای کیس متفاوته، آدمای متفاوت به اون نقطه میرسن. سن مسئله مهمیه که وقتی که آدم‌ها سنشون کمتره امید آینده بیشتره. این تو از این رابطه درای بیرون وقتی 23 سالته از این رابطه‌ای که اوکی نیست، خوب نیست، میتونی درای بیرون و امیدت خیلی به آینده بیشتره. آینده میتونه خیلی روشن باشه. کلی آدم میتونن تو دنیا منتظر تو باشن که با تو وارد رابطه بشن. ولی وقتی نه مثلا 42 سالته، نه 37 سالته، اون وقت دیگه این امید کمتره. پس باید آدم‌ها یه ذره با حواس جمع‌تر به این ماجرا فکر کنن که جدا بشن یا نه. قراره بذار یه چیز کلی بگم شاید کمکمون بکنه. احساسات، هیجانات، ایموشن ها چیزهای مهمی هستند، چیزهای معتبری هستند. قرار ما حواسمون بهشون باشه که تو این رابطه من حالم خوبه، حالم بده، چه احساساتی تجربه میکنم، چه جوریم. اما چیزی که قراره تصمیم گیری کنه احساسات نیست، منطق و نئوکورتکس ماست. نئوکورتکس ما، قسمت‌های منطقی ما قراره داده‌های مهمی از احساسات ما بگیرن، ولی اونجاست که تصمیم ساخته میشه که اصلا تو رابطه بمونم یا نمونم، تموم کنم یا تموم نکنم. ولی باید اون احساسات در نظر گرفته بشه. اگر احساسات خوبی من تجربه نمی‌کنم تو رابطه، باید در نظر بگیرم، باید ببینم که نمیدونم توی جواب سوالتو هستم یا نه جای دیگه دارم. آره. پس تا اینجا اینو حالا در نظر بگیر و بعد بهم دقیق‌تر بگو که چی ذهنتی که اونو بگم. خب خیلی عالی. و در رابطه با سوالات بعدی حالا بریم وارد این مرحله برسیم، این مرحله بخش بشیم که شخصی تصمیم خودش رو گرفته و مطمئنه، نه شاید هم بگیم مطمئن کلمه خوبی نیست، شک داره، نه مطمئن نیست. اگر کسی دنبال این باشه که یک تصمیم رو 100% بگیره نمیشه. دنیا تصمیم 100% نداره. اون نشانه ها رو گرفته، یعنی رفته آلارما رو گرفته و حس کرده که آقا من با این آدم امکان این وجود داره که در آینده به چالش بخورم. انرژی گذاشته، تلاش کرده، شاید تراپی بره، مشاوره بره، کمک بگیره، این برا اون برا، ولی موفق نشده اون رابطه‌ای که خودش تو ذهن خودش داره رو بسازه. و شاید یکی از تصمیماتش اینه که به این رابطه خاتمه بده. و حالا این خاتمه دادنه براش چالش ایجاد میکنه دیگه، درد سره. ببین بسته به اون آدم مقابل داره. بعضی آدم ها واقعا یادتی یه اصطلاحی گفتم کات کبود، بعضیا با کات کردنشون کبود میکنن آدمو. این اونجاست. یعنی بعضیا واقعا ترسناک میشه کات کردنشون، پرخاشگری شدید میکنن، اذیت میکنن، تهدید میکنن، یا مثلا همون چیزی که گفتی عذاب وجدانی میدن، یا خیلی وابستن، یا تهدید به خودکشی میکنن. اینا اون کیسایی هستن که طرف مقابلشون اگر به این نتیجه برسه که میخواد تموم بکنه خیلی براش بحرانی میشه، خیلی مسئله سنگین میشه، حتی در حد اینکه آقا طرف داره میگه یا ای تو بخوای بری من خودکشی میکنم.
یا حتی نمیگه ولی عملا داره این اتفاق میفته و چه فشار سنگینی به این آدم میاد. در مورد یه همچین کیسایی، مخصوصا داستان خودکشی که پیش میاد، من پیشنهادم اینه که اون آدم حتما از فضای تخصصی کمک بگیره، چون واقعا بحرانه. دلم میخواد این بگم نه شما نباید توجه کنید، ولی واقعا نمیشه. یک آدمیزاد، آدمی که من دوستش داشتم یا حتی دوستش دارم، داره در واقع یه همچین اتفاقی براش میفته. پس طبیعیه که آدم‌ها خیلی دچار بحران بشن، خیلی مسئله پیدا کنن. یا پرخاشگریایی که انگاری که مثلا بذار مثال بزنم برات از مثلا زینب و چی بگیم، آرش به همه میاد. آرش و زینب همین اتفاق به عملشون افتاده. زینب خواسته تموم بکنه و رفته سمت تموم شدن رابطه، ولی آرش اصلا براش قابل پذیرش نیست. آرش شروع کرد داد بیداد کردن، فحش دادن، حرف زشت زدن، در خونه زینب اینا اومدن، توی فضای مجازی بر علیهش حرف زدن، بحران ساخته. یعنی یه دفعه تبدیل کرده به یک اتفاق خیلی هزینه بر برای زینب این داستانو. این که زینب به اینجا رسیده خودش خیلی شجاعانه بوده، چون زینب احتمالاً قبلش حس کرده که آقا این خیلی پرهزینه است، حرف از مشکل زدن. آقا بهش میگم آقا مشکل داریم بیای کاری بکنیم، صداش میره بالا، چه برسه این که من بگم تموم کنه. اینجا جاهایی که واقعا سخته. یکی از نکته هایی که به نظر من کمک میکنه، ببین ما وقتی وارد رابطه با آدم میشیم، این آدم که از آسمون یهو نیفتاده که، این قبل از من و تو هم رابطه هایی داشته، نه الزاما رابطه عاطفی، رابطه های دوستانه که داشته، مدرسه که رفته. چجوری این بقیه رابطه هاشو مدیریت کرده؟ حواسمون باشه اون اوایل رابطه بشنویم که آقا تو قبلی ها چی شدن؟ قبلی ها به کجا رسید؟ اونجایی که لیلا میاد تعریف میکنه که آره و خنده میگه که آره اون رابطه قبلی من دهنش رو صاف کردم تا تمام شد، یا دهنم صاف شد تا تمام شد، یا مثلا من تمام کردنم فلان طور. اینا همه آلارمه. یا کسی که بلد نیست خوب تموم کنه، سالم تموم کنه، احتمالاً با شما هم بلد نخواهد بود و هر رابطه ای امکان داره به پایان برسه. ما با رابطه ها رو با این امید شروع میکنیم که خوب و عالی بریم جلو، برسیم به اون جا خوشگله و قشنگه و پایداره، ولی همزمان منطق ما میدونه که درصدی از رابطه ها به اونجا نمیرسه. غمگین کننده است ولی حقیقت. توی اون قسمتی که داشتی در رابطه با اینکه نگاه کنیم روابط اون آدم با آدم‌های قبلی یا دوستاش اینا چجوری بوده، یاد اون قسمت میافتم که میگن که آقا اگر میخوای وارد یک رابطه بلند مدت بشی یا با طرف ازدواج بکنی، برو رابطه این آدم رو با خانوادهش ببین که با اونا چطوره. و داشتم به این فکر میکردم که این خودش هم همون جزء همون رابطه های دیگه است دیگه. همون که گفتیم رابطه با همکلاسی، رابطه با همکار، طبیعتا اولین رابطه‌ای که یک نفر شکل میده رابطه با اعضای خانواده‌شه دیگه، با پدر و مادر و برادر و خواهر. یه نکته بگم برای بچه‌هایی که میخوان ازدواج کنن یا سوالای اینجوری دارن، اینو باید دقیق بپرسی. رابطت چجوری خوب بوده؟ رابطت چجوری بود؟ خوب بود؟ نه بد بود؟ نه، جزئی، دقیق، توصیفی. اون توصیفاته که به ما اطلاعات میده، چون تعریف آدما برای خوب و بد متفاوته، تعریف آدما برای دوست متفاوته. شما به یه نفر میگی ببین چند تا دوست داری، میگه 5 تا. برای من و تویی که به نسبت آدمای رفیق بازی هستیم دوست یه معنی داره. بعد به این طرف میگه 5 تا دوست دارم، بعد از چند سال میری میپرسی ازش دوستات چی شدن، میگه هستن دیگه، فلانی مریم دوستمه که من هر ماه تقریبا 10 دقیقه باش تلفنی صحبت میکنم. برای من و تو خنده دار میشه، 10 دقیقه ماهی تلفنی صحبت میکنی، اسم دوست گذاشتی روش، ولی برای اون آدم اسم دوسته. به خاطر همین میگم باید جزئی بپرسیم. عزیزی که جلوی من نشستی و داریم تلاش میکنیم همدیگه رو بشناسیم، به این فضا، به فضای رابطه چجوری نگاه میکنیم؟ مثال بزن، دقیق توصیف کن، یه 2 تا از دوستی‌های این حواسمون باشه، آروم آروم اینا رو بشنویم، ببینیم، چک کنیم و آروم آروم ایناست که آدمو باعث میشه که بشناسیمش.
که اصلا این آدم چه جوری روابطش رو چه جوری میبره جلو، چه جوری چه جوری صعود میکنه، چه جوری فرود میاد. به عنوان سوال آخر این اپیزود میخوام فرض رو برای این بزنیم که اون فردی که تصمیم گرفته که از یک رابطه بیاد بیرون الان اینجاست و میترسه از اون بیرون اومدن یا از مطرح کردنش، یا شاید هم اصلا نمیترسه ولی نمیدونه باید چی کار بکنه، یا شاید نمیترسه میدونه من باید چی کار بکنه ولی یک عذاب وجدانی داره، میگه که نه ولش کن. مخصوصا وقتی رابطه از یک تایمی طولانی تر میشه. این مثلا ما در این رابطه های 1 ماه 2 ماه 3 ماه صحبت نمی کنیم طبیعتا. وقتی طرف 1 سال 2 سال با یک نفر در رابطه است که این خودش هم حالا جای بحث داره. الان شاید مثلا بعضی از بیننده بگن که آقا مثلا چرا مثلا بعد 2 سال فهمیده. حالا خوب باید بشینیم کلی بحث کنیم که اصلا از کجا شروع شده، چارچوبا رو چجوری چیده، بحثش شده. فرض بریم میگیم که اصلا این طرف فونداسیونش که اون اپیزود بود و خوب نچیده، 2 سال هم هست با یک نفر توی رابطه است، بعد از 2 سال متوجه شده که آقا به درد همدیگه نمیخورن ولی یک پیوند عاطفی قوی به وجود اومده، حداقل بین حداقل از سمت خودش نباشه، شاید از سمت اون طرف مقابلش باشه. این عذاب وجدانه که آقا من اگه بیام این اذیت نشه و اینا، و داره شاید با خودش فکر میکنه که آقا ولش کن، من که 2 سال اومدم، حالا بذار ادامه میدیم ببینیم چی میشه. اگر اینجا بود بهش چی میگفتی؟ ببین بذار اینجوری بگم، اولا که علتهای متفاوتی وجود داره برای این داستان، ترس، عذاب وجدان، این چیزهای مختلفی که هر کدوم جدا جدا باید در موردش صحبت کنیم. یه دونه یا خود عذاب وجدان خیلی چیز گسترده‌ایه، اجازه بده اینقدر کلی در موردش حرف نزنیم. اگه دوست داشتی تو اپیزود بعدی دقیق‌تر در موردش. الان چیزی که دلم میخواد به اون آدم بگم که ببین دوست عزیز من، جای سختی هستی. فکر نکن جای راحتیه، فکر نکن کات کردن کار ساده‌ایه، جدایی کار ساده‌ایه و تو یه دونه آدمی هستی که نمیتونی، تو یه دونه سختته. نه، کار سختیه. وقتی یک رابطه شکل میگیره، وقتی 2 نفر با هم دیگه قلب‌هاشون رو به هم نزدیک میکنن، بدن‌هاشون رو به هم نزدیک میکنن، بعدش سخته کندن، جدایی، تموم کردن. پس اگر فشار داره بهت میاد، درسته، فکر نکن غیر طبیعی هستی. این که بتونی اینو به سمتی مدیریت کنی که بهترین نتیجه رو برای خودت و اون آدم عزیز که به هر حال یه زمانی عزیزترین های تو بوده پیش ببری، این یه مدیریتی میخواد که کار سختیه، ولی بذار در موردش صحبت کنیم باز اگه دوست داشتی. و این که اینم بدونیم که جواب قطعی و یگانه‌ای نداره. اینکه تو چه سنی هستی، چه شرایطی داری، رابطه چه شکلیه، پارتنرت چه شکلیه، گذشته چه شکلی بوده، به خاطر کدوم مشکل میخوای جداشی، میزان رابطه و نزدیکیتون چقدر بوده، همه اینا میتونه رو ماجرا اثر بذاره. آقا دم شما گرم، واقعا استفاده کردیم، لذت بردم به شخصه و کلی یاد گرفتم و لحظه به لحظه این فصل رو که داریم با هم دیگه ضبط میکنیم من لذت میبرم و کاش بیشتر و بیشتر بودیم و بیشتر با هم دیگه ضبط میکردیم. فعلا ضبط هم نشد، ما دوباره با هم دیگه میشیم جفمون رو میزنیم. فعلا تا اپیزود بعدی که ضبط بکنیم توی این اپیزود باید خداحافظی میکنم و یه استراحتی بکنیم و بریم برای ضبط یه اپیزود جدید. مرسی که تا اینجای برنامه همراه ما بودین. مرسی که مثل همیشه ما رو تو همه پلتفرم‌ها، چه تو یوتیوب، چه تو کست باکس، چه تو اپل پادکست و حالا هر فضای سوشال دیگه‌ای که محتوای ما اونجا انتشار داده میشه حمایت میکنید، کامنت میذارین، لایک میکنید و ما رو تو همه این فضاها فالو دارین و دنبال میکنید. طبق همه اپیزودهایی که من معمولا توش میگم خیلی خوشحال میشیم که موضوعاتی که برای خودتون چالش برانگیز سوال دارین و دوست دارین که تو این اپیزودا باشون توی در رابطه با موضوع با درمانگرا صحبت بکنیم و برامون کامنت بزنید یا بهمون فیدبک بدین تا در رابطه با موضوعی که شما میخواین حتما صحبت بکنیم و دربارش مباحث زیادی ضبط بکنیم و داشته باشیم. تا اپیزود جدید باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.